چقدر توپم شد. آفرین. سلام، حالتون چطوره؟ من رضا هستم. خوش اومدین به این ویدیو. امروز یه مسابقه خیلی جذاب داریم با 2 شرکت کننده خیلی باحال. بریم با شرکت کننده هامون آشنا بشیم. خودتون رو معرفی کنید. سلام، شیرین هستم. سلام، مهشاد هستم. خب فکر میکنین که بازی ها چجوری قراره باشه؟ با یک سری توپ و لیوان. خب اینا رو که من خودم گفتم. یکی از بازی ها رو حدس بزنید. باید با یه سری توپ بندازیم تو لیوان شاید. فکر میکنین کی برنده میشه؟ جفتمون. خب این بازی برنده قاطعی نداره. ما 9 تا دونه بازی داریم و بازی دهم هم انتخاب جایزه ها هست و شما هر کدومتون با هر بازی که برنده میشید یه امتیاز میگیرید که تو بازی دهم اون امتیاز رو میتونید در واقع باهاش هدیه ببرید. بریم ببینیم که بازی اول چجوری خواهد بود. به بازی اول خوش اومدید. توی این بازی 30 تا دونه لیوان سمت هر کدوم از دوستان عزیزم هست که به نوبت تاس میندازن و هر عددی که میارن از لیوانهاشون کم میکنن و بسته به شانسشون هر کسی که زودتر لیوانهاش کم بشه و تمام بشه اون بازی رو برده. کم شدنش این شکلیه که وقتی مثلا 3 تا تاس میاره 1 2 3 تا جمع میکنه میذاره اینجا، بعدی دوباره میذاره روش، همینجور تا ترتیب آخری و نوبتی میرن جلو. کاملا هم تصادفی لباس هاشون رنگ لیوان های ما در اومده. دمتون گرم بچه‌ها. سنگ، کاغذ، قیچی. خب شروع کننده مشخص شد. سه، دو، یک، بفرمایید. دو. شیش. 2 3 4 5 6. نگاه کن. 1 2 3 4 5. 3 1 2 3 6 5 1 2 3 4 5 5 2 3 چقدر 3 و 6 میاره با 5 4 تاسایی که میتونه سرنوشت بازی رو مشخص کنه. اوه اوه اوه. خیلی خیلی حیاتیه این تاسه. خیلی حیاتیه این تاسه. 3
2 فکر میکنم این آخرین تاسه. یا بیشتر؟ 2. تبریک میگم عجیب بود. برنده اولین بازیمون شیرین خانم. حالا شما میتونید از بین بادکنک، لیوان و توپ یک لیوان. بازی رو انتخاب کنید. لیوان. لیوان، بسیارم عالی. بریم برای بازی بعدی. خب بازی دوم میخوایم شروع کنیم. اینجا 2 دونه چشم بند داریم که یکیش برای شما و اون یکی برای شما. با کمک همدیگه ببندینش و قانون بازی اینه که با یک دست به صورت چشم بسته باید لیوان‌ها رو این شکلی جمع کنید. هر کی زودتر بتونه لیوان‌هاشو کامل جمع کنه برنده این بازیه و خب چشمتون هم که بسته است من بهتون میگم کی برنده شده. الان این چند تاه؟ این چند تاه؟ با کی؟ حالا هر کی. الان این چند تاه؟ نمیدونم. نمیبینم. آماده؟ دستاتون رو لیوانا. 3 2 1. این الان لیوانا از تهش میریزه. نه چی نه؟ باید خودت بتونی صافش کنی. الان من چیزی که افتاده رو چجوری صاف کنم؟ تو دستتو بردار ازش. تمام خسته نباشی. خب بله بازم تبریک میگم بهتون. برنده این بازی هم شیرین خانم هستن. ولی واقعا تعدادش زیاد بود. 30 تا لیوان بود دیگه. من یه جا بیرون بودم. من یه جا اینجوری بودم. من زمینه این شکلی بودم. تقریبا هم دوباره خیلی به هم نزدیک و مساوی بود، یعنی با اختلاف یه دونه لیوان. الان خودتون دارید میبینید دیگه. بین بادکنک، رنگ و توپ میتونید یه بازی رو انتخاب کنید. بین توپ و بادکنک و رنگ چجوریه؟ دیگه حالا رنگ. خب خیلی هم عالی. میریم برای بازی سوم. امیدوارم که تا اینجای مسابقه بهتون خوش گذشته باشه و میخوایم بازی سوم رو با همدیگه انجام بدیم. جلو هر کدوم از شما 20 تا دونه لیوان هست و باید اون مایعی که توی این لیوان ها هست رو ببرید و ظرف بی رنگ رو رنگی کنید و هر کسی که بتونه زودتر 20 تا لیوان رو توی ظرف شفاف بریزه برنده این مسابقه هست. سه دو یک. جا گذاشتم. بازم جا گذاشتم. دستم بود. بذار چون
بدو. خیلی رنگی شد. تمام. خیلی میرسه الان. یه شد. خب نهایت تمیزکاری خیلی کثیف شد. خیلی متشکرم که رومیزی رو داغون کردین. ولی فکر کنم مشخص نشد کی برد. چرا شما بردین؟ واقعا؟ بله. خب خیلی تبریک میگم، مثل اینکه واقعا داری یکم باید بیشتر تلاش کنی. فاصله 1 ثانیه. واقعا همشو داری با فاصله 1 میبری، یعنی تمام بازی‌ها ثانیه. تو 1 آره. ثانیه میبره. بچه رنگ خوراکی پاک میشه از رو ملافه سفید. آره. فکر کنم باید وایتکس بزنیم. نو خب حالا این سری میریم دوباره ازتون میپرسم که بین توپ و لیوان و بادکنک کدوم رو انتخاب میکنید؟ لیوان. بالاخره نگاه کنید، بادکنک و توپ نمیدن. بالاخره که لیوان تموم میشه. خب بازی چهارم رو میخوایم با همدیگه انجام بدیم و شرکت کننده قرمز و مشکی باید لیوانهاشون رو به ترتیب از آخر توی اون سبد بندازن و هر کی که تونست زودتر این لیوانها رو توی اون سبد بندازه و لیواناش تموم شه برنده این بازی هست. سه، دو، یک. بدو مهشاد بدو شیرین بدو یه دونه به نوبت. یک شش برنده این بازی مهشاد خانم هستن. تبریک میگم بهتون. فعلا اختلاف 3-1 ولی جای جبران خیلی دارین هنوز. و این سری میخوایم که بهتون بگیم بین توپ و بادکنک انتخاب کنی. قطعا توپ. میخوایم بازی پنجم رو ضبط کنیم و اختلافمون 3-1 هست و توی این بازی ببینیم برندمون کی میتونه باشه. شرح بازی اینجوریه. این توپای پینگ پونگ رو همینجور که میبینید از این خطی که اینجا کشیده شده وسط این کاشی باید این ور خط شما بندازین و توی اون ظرف بیفته و برای هر کسی 10 تا توپ هست که باید بندازه توی این ظرف. توپا هم که میفته پایین باید خودتون برین وردارین بیارین بالا و دوباره بندازین توی ظرف. سه، دو، یک. خیلی عالیه. واقعا برات آرزوی موفقیت میکنم. آفرین، یه دونه رفتی جلو. بارکلا. محشه. من این وری میزنم این وری میره. نگاه کن. 2 hours later.
میتونم. Six hours later. کم بوده توپه. همش جمع کن. ممنون از کارگردان عزیز بابت کمک به توپ جمع کنی. چقدر توپ من شد. آفرین. 2 4 6 7 تا توپ. 7 4 7 4. بدو 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 بدو. نیفت تو رو جمع. کارگردان عزیز چشتت تو رو جمع نیفت. توپ بار زمین داره توپ جمع میکنه. هر وقت خودتون رسیدین به 10 پایان رو اعلام کنید. مرسی. داشتم دیوونه میشدم. به این وری میزنم از این ور میره. آفرین بر شما. تبریک میگم بهتون. مثل اینکه داری واقعا میرسی و مساوی دارین میشین. باریکلا باریکلا. خب خیلی عالی. حالا واقعا هم سخت بود. یعنی من 2 تا بندازم. صبر کن. از داری بیشتر رو زمین میندازی. آفرین. نه واقعا هم این شیب داره هم سخته. قبول دارم. خب برای بازی بعدی. بله. توپ. ها یعنی اصلا دوست داری بادکنک بازی کنی؟ نه. بسیار عالی. میرسیم بالاخره نهمی باید بازی کنیم. توپ میریم برای بازی بعدی. توپ. امیدوارم که تا این لحظه از این ویدیو لذت برده باشین. ادامه مسابقه رو توی قسمت بعدی داخل کانال ببینید. ممنون بابت حمایتاتون. خدا نگهدار.